روسیا و ترکیه رولا ایران د دست پیشخرین سیاسی دا پاش گوه دکن. تاوی که رژیم ایران بر روسیا و ترکیه را در ریوابرنا اسیتانا دایه. که هر سه ولات هفرزکاری لگوری برجوندین خوال سوریا دکن لی انقره و موسکو دگاوین نزگبونا نافبرا رژیم سوری و ترکی دا ایران به تمامی پاش گوه کرنه. تاوی به حزبونا هجمونا ایران لهندر سوری دا داویا مها مجدار دا وزیر دروای ایران حسین امیر عبداللهیان راگهاند که ولاتی وی پشتوانی چاره سر کرنا کریزا سیاسی سوری دکه ده همان دمه دا به دهان گروپین سر بر رژیم ایران و لپارزگهن وکا دیرازور حلب و گندوار ادلب هنه و ببن پیکرنان رادبن و ایران به اشکره راگهاند که پشتوانی دانستاندنان دنافبرا رژیم سوری و ترکی دا دکه و خواست که تیدا بشدار ببه لیج آلی روسیا و اول سر داخواز اسرائیل هاتا پاشگوه کرن. پشتی دست پیکرنا و خوش کرنا پیوندیان نافبرا رژیم اسد و ترکیه ایران به دنگما و تکومنت نکر. ده همان دمه دا هندزگهن ایرانه و بازرگان ایرانی نرازی بونا خواه به اشکره دانا خویا کرن که رژیم ایرانه اسد لسر دا صلاته هیشت و پشتوانی اسد به همی جوران کرد. بتنه اندام پرلمان ترکیه اورهان میر اوغلو راگهاند که کرسیا ایران هیا لإيران ندر راحتا لسر هفدیتنا هر دو وزیرین ترکیه و رژیمه جعالی خواه رژیم سوری دریا پیوندیا که تلفونی دا دنافبرا وزیر دروای رژیم سوریه فیصل مقداد و وزیر دروای رژیم ایران حسین امیر عبداللهیان خواست نامه در راحتی آراسته ایران بکه کش دست پیکا شورش سوری دا رولا رژیم ایران دهندر سوری دا هبو و به هز پشتوانی رژیم اسد کرد.